بزرگترین سوال هر روز زندگیم یه چیزیه: آیا این همه که در زندگی جنگیدن میارزیده یا نه؟ کسایی که جنگیدن بلد نیستن به بدبختی میگن قسمت. تنها چیزی رو که میخوام یادآوریتون کنم، هیچ چیزی آسون به دست نمیاد. به هر بدبختی، اگر این ویو رو نداشته باشین، به هر بدبختی اگر 1 دقیقه در روز بشینید و بهش نگاه کنید، میفهمید که این جنگیدنه خوشحالتون میکنه. زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد. حرفایی که بهتون میزنم از جایگاه یک مرد ثروتمنده که یک فقر بی نهایت رو در بچگی گذرونده. فقر چیز بدیه.